اگه شما هم یه ماشینی دارید که یه مدتی از طول عمرش گذشته و نور چراغاتون کم شده یا صدای بوقتون ضعیف شده، چارش اینه. اما چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر گرمایی که داخل محفظه موتور وجود داره باعث میشه که سیم کشی ماشینتون فرسوده بشه و مقاومت سیم بره بالا، جریان مناسب رو نکشه و کمبود روشنایی رو داشته باشید که با این میشه حلش کرد. اما این چه شکلیه و چه کاری انجام میده؟ اینجا رو بخوام بهتون توضیح بدم به این شکله که این سیم برق مثبت باتریتونه اتصال به بدنه، این سیم میاد به چراغ ماشین و این یکی هم دستور. حالا هم میتونید به بوق وصل کنید که دستور بوق رو داشته باشه، هم به سیم کشی فابریکتون که دستور روشنایی رو بده. اما بیاین یه لحظه کداش هم براتون بخونم که چه شکلی میشه. پشت اتوماتور یه سری کد هستن، میبینید اینجا عدد C، بذارید من ببینم این دوربین میتونه بگیره، عدد C 85 86 تمام اینا هستش. اما این کدا رو اگه بخواید بخونید و درست و اصولی بذارید اینه. میتونید یه اسکرین بگیرید، عکس از صفحه مانیتور یا گوشیتون بگیرید و این رو داشته باشید تا بتونید به درستی اتومات رو سر جاش نصب بکنید. با نصب این قطعه روشنایی ماشینتون خیلی بیشتر میشه و دیگه مشکل روشنایی توی شب رو نخواهید داشت. از اون سمت هم اگر بوق ماشینتون ضعیفه بازم میتونید از این اتومات استفاده بکنید. تو ویدیوی بعدی و پست بعدیمون راجع به اتومات مربوط به شیشه بالا برای خودرو بهتون توضیح میدیم که اگر سرعت بالا پایین شدن شیشه بالا برای ماشینتون کم شده بتونید این مشکل رو با کمترین هزینه اصلاح کنید و درستش کنید. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید.